شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو بایک میو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو جرجو تو آمدی تایی با ما آمدم پشتی با ما آمدم پشتی با وردایمو کدیم ازا وردایمو کدیم ازا شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو بارک میو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شایی زمو جرجو تای جوی تای جوی تای جوی ما آمدم پشتی جوی ما آمدم پشتی جوی تو آمدی تای جوی تای جوی تای جوی ما آمدم پشتی جوی ما آمدم پشتی جوی اردوی ما کدی گفتگو شیری زبو جرجو اردوی ما کدی گفتگو شیری زبو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو شیری زبو جرجو مایی تابو جرجو شای زمو جرجو دوستان عزیز خوش آمدین در امروز در برنامه افتتاحیه از ما و این بیزنس خود شما است. همیشه ما در خدمت شما هستیم در این برنامه و انشالله در برنامه بعدی و ما همیشه در خدمت شما هستیم با پروموشن های بعدی و تخفیف‌های ویژه. Terrific to be here at the opening of Reza's second shop. We've had more than 1,000 people through today to have a look at the great new showroom, and it's been really wonderful to see the response from the community and also the generosity of Reza and the family and the business in putting on a fantastic spread of food and drink so that everyone can be here today and celebrate this great new business right here in Dandenong. Hi everyone, welcome to Reza Tiling and Floor. We're happy to have everyone here today. شما در جریان هستند که رضای عاقلی رئیس کمپانی که امروز کمپانی خود جشن گرفتن و افتتاح کردن با اشتراک شاروال دندانان یا اشتراک تمام علما شخصیت ها هم از خانم ها و آقایون در این محفل اشتراک داشتن. یک روز بسیار خوبی بود و واقعا این بیزنس یک بیزنسی است که هم خیرش برای مردمش میرسه و هم بر جامعه استرالیا و ویکتوریا. این یک قدم بسیار مثبت است و حمایت و پشتیبانی مردم هم در این زمینه با این بیزنس از آقای عاقلی این بی‌دریغ هستند و این را حمایت خواهد کردن مردم و این کاری که آغاز کرده این کار جدید نیست، البته این انکشاف کارهای شکست که قبلا این را انجام داده آقای عاقلی. خوشحال هستیم که امروز با آقا رضا در این محفل اوپنینگ بیزنسشان هستیم و واقعا اینا ابتکار کردن، یک بیزنس بسیار موفق دارن. سابق خود ما وارد میکردیم تایل آل که اینا اینجا در استرالیا برای ما امکانات فراهم کردن. ما کل خریداری تایل برای پروژکت های خود ما از آقا رضا میگیریم و نرخشان خیلی خوب است، کوالیتی بهترین کوالیتی و خیلی موفق هستند در کار خود و موفقیت های دیگه هم برشان میخوایم. آمادیم البته در روز افتتاح رضا تایلینگ که به نام ریبیلد تایلینگ هم گفته میشه. دوستایی که آمادن کلگیشن خوش آمدن، پروگرامشن شروع است و نام خدا بسیار جمع گوشت زیاد. دیگه دوستان نام خدا بسیار زیاد آماده. دیگه انشالله که در اوپنینگ سرمنی نمودین در باقی معاملایشین که مثلا تایل ضرورت دارین یا فلور ضرورت دارین بسیار زیاد عالی و عالی پروداکت اینا دارن. بین لطف میکنین، حمایت میکنین. نام خدا جمعیت بسیار زیاد و واقعا جای افتخار است که مردم اینقدر حمایت میکنه و کسایی که بیزنس شروعات میکنه با این جمع و جوش با میزی زیبایی شروع میکنن. دیگه بازم دوستا ببینین انشالله که خوب فیس داریم
خوب خوردنی ها است، خوب اوارد ها است و خوب شو است دیگه شما شاهد صحنه باشین. دعای شما را میشه کردم. Hi guys, this is Kazim and today we are invited to the grand opening of Resort Thailand Flooring. And I've been here since the day that the vision came to reality and I saw how they put the tiles. I'm very grateful to see how the team is putting the A game. Like, they're very hardworking, they're very talented, and it's just seeing how a vision can come to reality. It's amazing and it's highly recommended, guys. If you need any kinds of flooring, tiling, cladding, name it, these guys have it. They have it for the tiling, just one-stop shop. Come here and enjoy the view.